خب از آن خودروی مازدا تی قدیم مناظره کرده برای یه ایراد روشن نشدن با جرثقیل بردن. ایرادی که از آن داره همونطور که گفتیم خود روشن نمیشه. دستگاه دیاگ خواستیم وصل بکنیم و کانکت برقرار نشد، ارتباط نگرفت با ایسیو خودرو. اومدیم بحث تجربه ببینیم از آن وقتی که استارت زدیم دور موتور خودرو هیچ عقربه دور موتور هیچ حرکتی نداشت و در همچین زمانهایی ما شکمون میره یا به خود سنسور دور موتور یا سیم کشیه اون یا به دندانای حالا یا فلای ویل یا مثل این خودرو که اصلا متفاوت است. خب بریم از آن یه بررسی کنیم. ببینید خدای مازدا تیری ها یه قدیم یه نکته که داره، سنسور دور موتور یا میلنگ خودرو سر میلنگ قرار گرفته نه ته میلنگ قسمت فلای ویل خودرو که این مکانش کامل می‌بینیم. کنار پوری میلنگ یک صفحه دندانی قرار گرفته که همون کار فلای ویل خودرو رو انجام میده. ببینید از این صفحه‌ای که بهتون میگیم همین قسمت یه صفحه‌ای هست که حالا مثل همون کار دندانای فلای ویل انجام میده و سنسور دور موتور هم کنارش قرار گرفته که ما تعویض کردیم سنسور دور موتور و ایراد خود رو به صورت کامل حل شد و پس از بررسی کردیم کانکت و ارتباط دستگاه دیاگ به خود رو هم برقرار شد و میتونه خرابی سنسور دور موتور باعث عدم برقراری دستگاه دیاگ با خود رو بشه. ان شاءالله که صحیح و سلامت باشید. یا علی مدد.